دایی عزیز درود بر تو. درود بر تو بهنود گرامی. مصاحبه جالب داشتی با آقای آرش سیگارچی، ایشون اشاره هم کردم به وبلاگ ها که در تخصص شما هست دیگه. تخصص که شاید نه فکر نکنم تخصصی باشه، ولی مطلب اولی رو که امروز انتخاب کردم از وبلاگ در گلستان است که مطلبی رو در رابطه با آقای حسین سمسامی که به تازگی وزیر اقتصاد و امور دارایی کشور شدن و در سخنرانیشون حرف جالبی زدن که میتونیم با هم دیگه نگاه بکنیم که در گلستان چه نوشته. وبلاگ در گلستان مطلبی را با عنوان اقتصاد کشور به تقوای الهی سپرده. بالاخره صندلی آقای دانش جعفری وزیر استعفا داده شده اقتصاد و امور دارایی به حسین سمسامی خواهرزاده پرویز داوودی معاون اول آقا محمود خان رسید. ایشان در اولین نسخ ریاستشان گفتند اگر مبنای کار ترس از خدا و تقوای الهی باشد، خداوند راه میانبر را به ما نشان می‌دهد. آگاهان می‌گویند یک روز صبح بهاری که آقای سمسامی از خواب بیدار شد، به دایی پرویزش زنگ زد و پس از رد و بدل شدن جملاتی شبیه مگه ما چی از کی کم داریم؟ یه کاری بکن، آخه به تو هم میگن دایی و به مامانم میگم و غیره، ناگهان از خدا ترسید. شواهد و قرائن حاکیست که همین ماجرای ترس از خدا راه میانبر را به ایشان نشان داده و وی را از خانه به وزارت اقتصاد و امور دارایی رسانده است. بدیهی است وقتی رئیس جمهور مملکت مستقیما از جانب امام زمان تایید می شود، باید خدا به داد وزارت اقتصاد و امور داراییش هم برسد. این بود نوشته‌ای در بلاگ گلستانه. بسیار جالب. اینم وضعیت وزارت اقتصاد و دارایی به روایت گلستانه. حتی این راه میانبر بالاخره وضعیت اقتصاد رو بهتر خواهد کرد یا نه در داخل کشور. اما بریم به